خب اگه شما رئیس جمهور بودید وزیر کشورتون میگفت فقط به سر نخورده به پا هم خورده، با اون وزیر کشور چی کار میکردید؟ من باز رئیس دانشگاه بودم، معاون دانشجوییم، شبانه رفته بودم اتاق دانشجوها رو گشته بودم با تیمش، با تیم حراستی با دانشجوها اعتراض کردم، رفته نشستم باشون صحبت کردم، معاون دانشجویی رو عوض کردم، اینا رو برخورد کردم، از اونها عذرخواهی کردم. ما حق نداریم وارد اتاق مردم بشیم، هر چی هست و بعد کمداشون رو بگردیم. اون چیزی که حق مردمه. ما حکومت، مدیریت یا هر کسی که هست نباید خلاف اون حقوق انسانی برخوردی با کسی داشته باشه که هر کی میخواد باشه. معاون من رفت بذار بره، کار اشتباهی کرد، حق نداشت این کارو بازخواست میکردید وزیرتون رو اگه این حرفو میزد؟ اگه این حرفو میزد بازخواست میکردید؟ طبیعتا نباید میمون. اگه میزد شما بازخواست نباید میمون. تو میگی بازخواست میکردی، بیشتر نباید میمون. ما حق نداریم با مردم اونی که حقشونه، اگه حقشه خب باید بدن، اگه حقش نیست باید باش صحبت کنم، توجیهش کنم. زدن و گرفتن و زندان کردن برای من قابل توجیه